سلام دوستان، علی هستم. به روز سوم چالش 90 روزه یادگیری زبان آلمانی خوش اومدید. امروز قراره با اعداد، روزهای هفته و نحوه بیان زمان آشنا شویم. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 و حالا اعداد 10 تایی 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90 90 100 100. دوستان شما میتونید بارها و بارها این کلمات رو تکرار کنید، این شمارش رو تکرار کنید تا ملکه ذهنتون بشه. میتونید با صدای بلند روبروی آینه و یا یک دوست پیدا کنید و باهاش صحبت کنید. الان روزهای هفته رو یاد میگیریم. مونتاگ دوشنبه، دینستاگ سه‌شنبه، میتوخ چهارشنبه، دونرستاگ پنجشنبه، فرایتاگ جمعه، زامستاگ شنبه، زونتاگ یک شنبه. برای مثال heute ist Montag امروز دوشنبه است. morgen ist Dienstag فردا سه‌شنبه است. برای بیان زمان به زبان آلمانی ابتدا ساعت و سپس دقیقه رو میگیم. البته حالتهای مختلفی داره که باشون آشنا میشیم در ادامه ویدیو. در حالت اول اینطوریه که اگه بخوایم بگیم ساعت 3 میگیم es ist 3 Uhr. اگه بخوایم بگیم 15 دقیقه گذشته از 3 میتونیم بگیم es ist Viertel nach 3. بخوایم بگیم ساعت 3 و 30 دقیقه است میگیم es ist halb 4، یعنی اینکه 30 دقیقه مونده به ساعت 4. es ist Viertel vor 4، یعنی اینکه 15 دقیقه مونده به ساعت 4. es ist 4 Uhr الان ساعت 4. چند تا مثال دیگه هم هست. es ist 10 Uhr الان ساعت 10. بعد مثلا شما میگین unser Treffen ist 2 Uhr nachmittags. قرار ما ساعت 2 بعد از ظهر. همیشه برای ساعت گفتن که مشخصه میشه بعد شما ساعت رو میگید. مثلا morgen 13 Uhr یعنی که فردا ساعت 1 یا همون 13 1 بعد از ظهر منظورمه. الان چند مکالمه ساده به زبان آلمانی رو با هم تمرین میکنیم. برای پرسیدن زمان Entschuldigung, wie spät ist es؟ ببخشید ساعت چنده؟ Es ist 3 Uhr الان ساعت 3 است. حالا برای قرار ملاقات Wann treffen wir uns؟ کی همدیگر رو میبینیم؟ Wir treffen uns 2 Uhr nachmittags. ما همدیگر رو ساعت 2 بعد از ظهر میبینیم. حالا برای برنامه روزانه که ببینیم چه روزیه. Welcher Tag ist heute؟ امروز چه روزی است؟ Heute ist Mittwoch. امروز چهارشنبه است. Was machst du am Freitag؟ روز جمعه چی کار میکنی؟ Am Freitag habe ich ein Meeting. روز جمعه یک قرار ملاقات دارم. امروز یاد گرفتیم که چگونه اعداد، روزهای هفته و زمان رو به زبان آلمانی بیان کنیم. تمرین کنید و مطمئن باشید که با هر روز پیشرفت بیشتری خواهید کرد.
فردا با مباحث جدیدتر همراه خواهیم شد. موفق باشید. تا بعد، بدرود. تشوس.